به نظر شما ازدواج سنتی بهتره یا عاشقانه؟ دیگه عشقی وجود نداره. به نظرم همون سنتی و منطقی ازدواج کنن آدما بهتره. برای چی عاشقانه خوب نیست؟ سوء استفاده ها خیلی زیاد شده، هم از دختر هم از پسر. بعد حتی وقتی اسمش هم توی شناسنامه‌تون میره خیلی اعتباری بهش نیست، چه دختر چه پسر. به نظرم همون روش سنتی باشه که چه میدونم خانواده‌ها زیر و بم همدیگه رو در بیارن، خیلی بهتره. الان دیگه کسی پسری نیست که بگیر باشه، اگه بگیر باشه هم اوکی نیست؟ نه بابا، یه مش پرنسس علی، هیچ کدوم بگیر نیستن. ایول. اگه عاشقانه باشه و زیر و بمشو در بیاری خوب باشه چی؟ در هر صورت نه. میتونم فوش بدم. خیلی لاشی زیاد شدن، نمیتونم. به نظر شما ازدواج سنتی بهتره یا عاشقانه؟ سنتی. اون بود که مامان اینا پیدا می‌کردن. من عاشقانه پسندم. چرا؟ چون که خودم پیداش کردم طرفو. درسته. درود واقعا. به نظر شما کدوم؟ ازدواج سنتی یا عاشقانه؟ به نظرم عاشقانه، چون شناخته هست و اینقدر طرف شناختی که تصمیم به ازدواج میگیری و بالاخره 100% عاشقانه. آفرین، پسرامون یه لول پیشرفت کردن. به نظر شما؟ سنتی. چرا سنتی؟ مامانم انتخاب کرده. مامانه. آره. مامانم دیگه. مامانه. میشه ازشون هم مامانت انتخاب کنه تو دوست نداشته باشی چی؟ دیگه دوست دارم دیگه. مامان تایپتو میدونه. از چی میپرسم؟ نظر شما ازدواج سنتی بهتره یا عاشقانه؟ عاشقانه. چرا؟ خب قبلش یه احساسی هست، سنتی اصلا شناختی ندارن، یه همین. به نظر شما کدوم؟ سنتی عاشقانه؟ عاشقانه، ولی خب سنتی موفق تره همیشه. چرا؟ خب دیگه هر کی سنتی ازدواج کرده الان بهتره، خوشبخت تره به نظرم. به نظر شما چرا سنتی موفق تره؟ چون که خانواده ها انتخاب میکنن و کسی که میاد جلو دیگه همه چی داره، مثلا واسه ارائه آماده همه جوری آماده است. مثلا عاشقانه همیشه گیرن، مثلا خانواده یه سری موقع نمیذاره، اینجوریه حالتیه. اکثر مواقع خانواده ها تو سنتی دیگه آنالیز میکنن بهترین کسی که میاد و مثلا چه دختر چه پسر ممکنه احساسی تصمیم بگیره و مثلا اونقدر منطقی تصمیم نگیره، سری مشکلات خیلی بدی به وجود میاد. موفق نباشه. ولی سنتی واسه خیلی بیشتر فکر میکنه طرف، منطقی تره از این لحاظ. دقیقاً. یعنی خودم عاشقانه دوست دارم. آره دیگه، عاشقانه یه احساسی داری تو به طرفت. به نظر شما عاشقانه؟ عاشقانه. چرا عاشقانه؟ خب یه حسی هست، خودت اونا معرفی میکنی. از قبل وقتی سنتی با هم آشناشین، اون حسی که باید تو زندگی و رابطه باشه نیست. اگه آدم خوب و درستی باشه و یه کاری کنه که تو عاشقش بشی چی؟ خب سنتی. قبوله؟ آره. ببین پس انتخاب بهترین انتخاب همیشه. حالا چه سنتی باشه. خب برعکس شد نظرم سنتی. نظر برعکس. موفق باشی. نظر شما ازدواج سنتی بهتره یا عاشقانه؟ عاشقانه 100%. چرا عاشقانه؟ بالاخره با کسی که دوستش داری ازدواج می‌کنی دیگه. سنتی که دیگه قدیمی شده، ولی عاشقانه خوبه. پسرای ما این بود قبلا که خانواده‌شون مخصوصا مادرشون انتخاب کنه. الان یه لول پیشرفت دیگه همه چی دموده شده. الان باید با عصر جدید پیش بریم. الان فقط عاشقانه. البته که عشق واقعی هم نیست. بهتره ازدواج نکنیم کلا. اینجوری خوبه. دیگه خب پس عاشقانه. نظر شما ازدواج سنتی بهتره یا عاشقانه؟ قطعاً عاشقانه. چرا؟ خب بالاخره من فکر میکنم که عاشقانه، حالا دقیق متوجه نشدم در نظرتون از عاشقانه چیه، ولی عاشقانه ما به شناخت بهتری به هم میرسیم. من فکر میکنم که خیلی راحت‌تر میتونیم دو نفر در کنار هم رفت آمدهای بیشتری داشته باشیم و به شناخت بیشتری از هم برسیم و اون تنهایی با هم بودنه به شناخت بالا میرسه. چون سنتی فکر میکنم یه مقدار شاید خانواده هی بخوان دخیل بشن. منظورم از عاشقانه این بود که طرف کسی که دوستش داشتی، یه رابطه احساسی بینتونه. رابطه احساسی، آره من بازم با همین موافقم. خب
اگه انتخاب خانواده برای ازدواج بهتر باشه چی؟ وای تا حالا به این مورد فکر نکردم. الان فکر کن الان یه خواستگار برات اومده که خانوادت راضیان و کیس خیلی خوبیه و تو از نظر احساسی هیچ حسی بهش نداری. جوابت چیه؟ اتفاقا چقدر جالب این سواله، چون قبل از اینکه بخوام با شما صحبت کنم داشتم با دوستم راجع به همین موضوع صحبت می‌کردم و هیچ چیز تو این دنیا تصادفی نیست. من فکر میکنم که الان بهتره که حتی اگر خانواده هم میپذیرن، من یه مقدارشون خودم گارد دارم و مقاومت دارم، این مقاومت رو بشکنم و برم به آهاش و به شناخت برسم. چون من خودم یکی از تیپ‌های شخصیتیم اینه که باید حتما حسه به وجود بیاد تا برم، ولی فکر میکنم که این اشتباهه. نظر شما ازدواج سنتی بهتره یا عاشقانه؟ 100% عاشقانه. چرا؟ چون که بالاخره چند سال میگذره همدیگه رو میشناسن، اخلاقای همدیگه دستشون میاد، ولی خب سنتی الان یه جوری شده که میری یکی میگیری فردا به همدیگه نمیسازید، مهریش میذاره. سنتی معمولا انتخابیه که خانواده میکنن، بعد خانواده پخته ترن و مشخصه که انتخابای بهتری میکنن. حتی اگه انتخابی که خانواده برای شما میکنن از همه نظر اوکی باشه، بازم نظرتون نیست؟ بازم با این حال باید ببینیم که توی مدتی بریم و بیایم، بالاخره یه دوره نام زدی تو همون دوران سنتیش هم هست که ببینن آیا واقعا به درد هم دیگه میخورن یا نه. پس نظر شما ازدواج عاشقانه؟ دقیق. موفق باشی. خیلی ممنون. ازدواج سنتی بهتره یا عاشقانه؟ خب قطعا عاشقانه. چرا؟ چون به نظرم عشق و احساس یه زندگی رو پایدار نگه میداره و تو وقتی که به طرفت، به حالا پارتنرت، همسرت حسی نداشته باشی، نمیتونی با تموم شرایطش کنار بیای، ولی وقتی عاشقش باشی دیگه یه جورایی میسازی زندگی رو کنار هم دیگه. یعنی شما اگه یه ازدواج سنتی داشته باشی و طرف فهمیده باشه جوری که بعد بتونه نیازهای تو رو برطرف کنه و عاشقش بشی، این اوکی نیست؟ خب ببین، به شرطی که عاشقش بشم، نه اینکه فقط صرفا سنتی باشه، انتخاب خانواده باشه و بگن خیلی کیس اوکیه، تاپه، میتونی کنارش خوشبخت بشی. نه اونجوری نه، ولی اگر عاشقش بشم قطعا چرا ازدواج میکنم. به نظر من اکثر پسرای اینجوریان که با دل خودشون عاشق میشن، ولی اگه کیسی، یعنی یه آقای کاربلد باشه و طرفشو بخواد، میتونه یه دختر عاشق کنه. نظر شما چیه؟ یعنی اگه طرف فهمیده باشه و دوستت داشته باشه، قطعا میتونه یه کاری بکنه که تو عاشقش بشی. آفرین، آره میشه. ولی پس ازدواج سنتی هم در صورتی که طرف خوب باشه اوکیه. آره اگه بشه اوکی بده. قبوله، باشه دیگه، قبوله. مرسی عزیزم. من کم آوردم، قبوله. مرسی عزیزم. شبت به نظر شما ازدواج سنتی بهتره یا عاشقانه؟ عاشقانه، چون قبلش با هم میشناسید همدیگه رو، میرید تو رابطه همدیگه رو میشناسید. به نظر من بهتره عاشقانه. اگه ازدواج سنتی دونسته باشه چی؟ یعنی گزینش شده باشه از سمت خانواده. ازدواج سنتی خب پدر و مادر انتخاب میکنن، ولی شما اون دختر خودت میپسندی، باش میری توی رابطه ازدواج میکنی. براو، مرسی.